زادروزت مبارک، زادروزت مبارک. السلام ای آفتاب دین و ملت را قمر، السلام ای نوری پاکت باغ جنت را ثمر، السلام ای ذات تو از کل اشیا با خبر، السلام ای بهترین جمله اولاد بشر، الصلاة و السلام ای سید خیرالبشر. السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند، دوستداران و مخلصان برنامه‌های تلویزیون سیمای شهری پنجکند. از آن شاد و ممنونم که باز توسط برنامه تبریکاتی و موسیقی چمن آرزو و یوتیوب کانال تیوی سیما مهمان کاشانه‌های پرفیض شماییم در این شام زیبا، در این لحظه‌های خوش و خاطرمان. آره، آن نفرانی که در این سنه جشن زادروزی و یا دیگر سنه‌های فرح بخش حیاتی را جشن می‌گیرند، ما کارمندان شرکت صدا و سیمای شهری پنجکن نیز تبریک و مبارکباد می‌گوییم. بیننده‌های عزیز، ما برای مهران بانو برای خریدار یک تحفه خاکسارانه آمدیم. حالا تحفه رو می‌گیریم و راه پیش می‌گیریم به جماعت دهات خلیفه حسن. ما را همراهی نماید. تحفه رو می‌گیریم. این تحفه را گرفتیم، فکر میکنم برای مهران بانو مقبول میافتد و میرویم به جماعت خلیفه حسن. بیننده های عزیز، امروز انتخاب ما در سیخ قنادی شهلا ما انتخاب کردیم از یکی از شیرینی های بهترین همین سیخ قنادی را و حالا ما شیرینی را میگیریم و می رویم به جماعت دهات خلیفه حسن. عزیزان، اینک حالا ما راه پیش می گیریم به جماعت دهات خلیفه حسن، چون با درخواست و فرمایشات برادر ارجمند شیروان از فدراسیون روسیه تا بهم به تبریکات گلدختر خاندانشان مهران بانو که امروز 2 سالگی بهاری عمرشان را جشن می گیرند. اینک ما می رویم. بیننده های عزیز، چون ما از راهگذران پرسیدیم، همین سراغه را دادند، ما آمدیم برای تبریکات گلدختر خاندان مهران بانو. حالا صاحبخانه از آمدن ما خبر ندارند. ما در را میکوبیم، میدراییم. بیننده های عزیز، ما آمدیم به سراغه گفته برادرمان شیروان که امروز در این خاندان مهران بانو جشن زادروز دارند تا به تبریکات و خرسندی این خاندان هم شریک باشیم. آمدیم. می رویم اسماعیل جان برای تبریکات گلدختر نازنین. هنی مهران بانو سلام، زادروز مبارک باشه. از نام پدر جانتان همین تحفه ها چون هدیه به شما قبول کنید. مهران گیرید برداره. رحمت تبریک رحمت مبارک باشه. زادروز برای گلدختر نازنین. بیننده های عزیز، اینک آمدیم گردی سری دسترخوانی پر از ناز و نعمت در حلقه پیوندان و نزدیکان مهران بانو که امروز مهران بانوی ما 2 ساله شدند. 2 سالگی تو را بدیدیم شاد باش، 100 سالگی تو را ببینیم ای کاش. 100 سال بیزی، 101 سال بیزی، خندیده و بالیده و خوشحال بیزی. مولود تو امروز به عالم تبریک، خوشحال به 100 سال و چو این سال بیزی. زادروز مبارک باشد. ما با درخواست و پذیرایی و لطف و صمیمیت برادر ارجمند شیروان اینجا قدم ماندیم به خاطر همین صاحب جشن مهران بانو. چون برادر ارجمند شیروان زیاد خواستند که تبریکات ایشان را از نزدیک به گلدختر نازنینشان هدیه بکنیم، برسانیم، مبارکشان باشد. بیبی جان عزیزشان به شما نیز مبارک باشد. داماد رحمت، سعادت زندگی نصیبتان باشد. همیشه دعاگوی فرزندان، نبیرگان، ابیرگان باشد. برای همین گلدختر زیبایتان چه تمنیا دارید؟ این دختری
گوی دختری خونتونم مهرون بونو نومی بابای کشون نیست من به اینجا پدرشون زادرشون تردید کلام شما و آینده پسرا قطورت شما کتابی که شوهر گفته است ای دوستی عزیز روزی مولودت مبارک باشد خود گفته بودیم مولود با هم بکنیم این مولودی با دوستان مبارک باشد باشه شاد یاران تولدش مبارک شران روز میدان تولدش مبارک گردو نوای چون گل حلقه های سنبل گردو نوای چون گل حلقه های سنبل دسنی با بلبل تولدش مبارک. به همه شمایان به همه آن نفرانی که با صد امید و آرزو اینجا قدم نهادید آمدید به شادی این خاندان هم شریک باشید باز هم شاد باش میگوییم. مهران بانو را از زبان پدرشان شهروان میگوییم که مهران بانوی شیرین همیشه گلفشان باشی به آن حسن و به آن عقل رسا گلگون نشان باشی همیشه در فضای کاشانه های شما شادی باشد سرور باشد و بهترین آرزو و آمال خیش برسید. خوب میبینیم که چی تمنیات دارد برای مهران بانو. آمین الهیم آمین دولتای پیریه بینن الهیم همگی کاشون شیروان جون سنت جون قربان در مذهب همگی کاشون خدا نگاه داره حنیفه های شرفم های خدا های نومی کندم که بگم الهیم آمین همه به همین روزا رسد الهیم باواهاش الهی کم آمین همراه کنم دولتای پیریه بینن این آمدگی هم الهیم برکه آوید رحمت به پدراتون همینای عزت کرد آمدگی الهیم آمینه همراه کنم با کلیم کنند همگی کاشون شرف ما بیدل شوم بیرن شوم همه هاتون دار تبریکات و تمنیات ما برای مهران بانو ادامه دارد. این کس بیبی کلانشان بودند که تمنیات خود را رسانیدند. حالا بیبی جان مهربانشان برای مهران بانو یک تمنیات دارد. باش نیستن نامی همونا همینا دو دختری خاندان 100 ساله شوند. السلام علیکم. اولو در این جشنواره کاری ایستادگیم که جهنم دخترچهشون مهران بانو و بیبی زینبای همکه جشن زادروزی مهران بانو است از نام پدرشان و از نام شیروانجان نام بابایشان اوراقبای که در فدراسیون روسیه هستند مبارکباد میگوییم تبریک میگوییم. ای به هر کاری رفیقت قل هو الله احد وی نگهبان شب و روزی تو الله صمد لم یلد یارد ولم یولد به هر جا دستگیر لم یکن سازد مدد مونس لو کفن احد. زور رحمت امروز زادروزی نبیرهم زینب و مهران جان زادروز دارم و اینها عمری دراز خوشبختی ها میخواهم کلان شوند و دستیاری پدر و مادر شوند. از نومی توایش در شهر روسیه تبریک میکند. خند و اصلی باباش شعر و غزل باباش بدانه و کم قیمت زیب بغلی باباش. امروز لبری من مهران جان جشن زادروزی دارم. من این کس رو به جشن زادروزی 2 سالگشان از نام تواشان جان بیگ جان سنتیلا جان تبریک مبارکباد میگویم. به این کسی از سلامتی عمری دراز آرزو میکنم. الهو تا جهان باشد تو باشی زمین و آسمان باشد تو باشی الهو باشی و دائم سلامت دعاگوی تو باشیم تا قیامت. رحمت بیننده های عزیز با امید آنه که همین گل دختری زیبای ما همیشه زبان شیرین و پررا زندگی شیرین و گوارا داشته باشند. زندگیشان همیشه با خوشی و خرسندی سپری باشد. انا همین شیرینی که در نزد مهران بانو گسترده شده است تا برای خرسندیشان شم میگیرانیم از شیرینی برای صاحب جشن میچشانیم تا زندگی من بعده مهران بانو باز هم شیرین و گوارا بگذرد. رحمت زادروز تبریک
تبریک مهران بانو تبریک درست تبریک درست مبارک مهران جان ویدا کن تورتا بورت من کارت کردی بورت گیره بورت تورتا دی بورت کنی یک دو سه اما یک دو سه اما معلمه شوند دکتر شوند هر چیزی که آرزوی پدر و مادرشان است مبارک شوند ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت یک لحظه شاد خورم بیغم بودن غنیمت معنی زندگی چیست عشق امید و ارمان تشکر زندگانی خورم بودن غنیمت تشکر زندگانی خورم بودن غنیمت دوستان عزیز هنمی شیرینی که من در کامی مهران بانو میگذارم از نام پدر جانشان مبارک باشه آفرین سالگی شود الله به 2 سالگی ها برسن عدی بیبی جان هم 100 ساله شوند مرادی فرزندانشان را برادر ما شیروان جان ببینند و بهترین آرزوهایشان رسند آرزو میکنیم که همیشه شاد باشند خرسند باشند بچه مراد و مقصده که شما نیز در دل خود میپرورید خداوند عملی بگرداند کنون که به تبریکات مهران بانو ما مشرف شدیم با درخواست و فرمایش برادر عزیز شیروان جان که امروز مهران بانو 2 ساله شدند مهران بانو آب کنید دادش بگید دیدم بزن بابا جانم بزن بابا دیدم بزن بابا جانم بزن بابا لزان بابا رحمت که بیشی برکی هاشم رحمت که رحمت انا رحمت که اینم برام یک ترسیم رحمت اینم راست چی؟ امینه بانو با امید آنه که امینه بانو نیز به 2 سالگی و 3 سالگی و 100 ساله ها برسند کام شیرین میکنند رحمت کلام رحمت بارک شود از 3 ساله یک گلکی کبوتکش رو میدهیم درستان تبریک 2 ساله شدید خداوند 100 ساله کند رحمت به دولت شوید رحمت کلام درست مبارک از اون اکای شیروان جان باری دیگر تبریک الهی خوشبخت شویتان سعادت زندگی نصیبتان باشد و بهترین آرزو و آمالتان برسید خداوند یک شاه پسری زیبای هدیه کند همه شما را به خاندان برادر ارجمند خوش آمدید میگوییم چون ما با فرمایش و درخواست بابای مهران بانو امک اوراقبای و پدرشان اکای شیروان جان مقدم رنجه نمودیم تا به تبریکات و خرسندی مهران بانو همشریک باشیم همه شما را خوش آمدید از نام امک جانشان سنتیلا نیز تبریک میگوییم باباشان پدر جانشان همتان خوش آمدید و گلبرگسک خاندان میگوییم که ای عروسی نازنین بر خانه بخت آور شوی هم برای یاری خود از صدق دلبر شوی از لبانت خنده و ذوق و تبسم دور مباد صاحب ارزنده این خانه و این در شوی شما نیز همیشه خوشبخت باشید سعادت زندگی نصیبتان باشد خوشبختی های زندگی همیشه همسفر کار و زندگیتان باشد مبارکتان باشد آمین و رب العالمین تنه صحت خاطر جان خدا زیاده کنه به کسب و کاراتون برکت داده
عمرهای دراز بینید. این زندگی کردی اینایم ضیافتای کردی کویتونه. خداوندی میرایم دلیش راسته بیاد. الهیم امکش بیاد. همگی کوتون به امینی دراز دادم عمرهای دراز. نوروز مبارک. نوروز مبارک. ما آمدیم به تبریکات مهران بانو بار دیگر مهران بانو را از نام پدرجانشان شیروان جان، از نام بابایشان، از نام عمکشان سنت الله تبریک و تهنیت میگوییم. همیشه در فضای خاندان شما خوشی باشد، خرسندی باشد. خدا حافظ. رحمتی کنم. ای حسن بهار زادروزت تبریک، با بخت هزار زادروزت تبریک. خوشبخت و سعادت و سلامت باشی، با اوج و برار زادروزت تبریک. اینک در ادامه باسم تبریکات و خرسندی و تمنیات پر از مهر و صمیمیت چند تبریکات دیگر نیز رسیده حالا به سمتان میرسانیم. مهران بانو دولت و شما را با بهار 2 سالگی عمرتان صمیمانه تبریک و تهنیت میگویند پدرتان شیروان از فدراسیون روسیه، مادرتان جانانه، خواهرچه دزرویکتان بیبی زینب و کلی پیوندان نزدیکان خویش و تباران صمیمانه تبریک گفته برایتان سلامتی، عمری درازی به خزان، طالعی بلند و خوشی‌های رنگین کودکی را آرزو نموده چنین میگویند مهران بانوی زیبا، همیشه زیبا باشی، یک دختری نازنین و دانا باشی، در مولود تو جمع شوند خویش و تبار، با ما باشی، عزیز دلها باشی. زادروز مبارک باشد. هر صبح تو را صفا رساند، هم دولتی به بهار رساند. در روز تولدت مهران جان 100 بار دیگر خدا رساند. مولود مبارک باشد. اینک یک ترانه چون ارمغان زادروزی از نام پدرشان شیروان همچون ارمغان هدیه می گردد، پذیرا باشد. دخترم تاج سرم، ای امید و باورم، تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم. دست تو بارام بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقات میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم. من با دستای ظریفت میشه دنیا رو بگیرم، میشه حس خوب زندگی رو با تو ببینم.
عزیز من تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من تو فرشته زمینی تو برام بهترینی تو یه نعمت الهی یه قطره از خدایی وقتی عشقات میریزه من میخوام که بمیرم آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم تو فرشته زمینی تو برام بهترینی تو یه نعمت الهی یه قطره از خدایی وقتی عشقات میریزه من میخوام که بمیرم آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم جز این دعات نگوییم که رودکی گفته 1000 سال بیزی 100,000 سال بیزی. با چنین بیت تبریکاتی گلدختر خاندان مهران بانو شما را با بهار 2 سالگی عمرتان تبریک و تهنیت میگویند. بابایتان از فدراسیون روسیه اوراقبای، باز هم بابایتان همراه قول، بیبی هایتان بیبی حنیفه، سنا عطای، بیبی کلان هایتان شریفه ما، حمیده، امک هایتان سنت الله از فدراسیون روسیه، رجب علی، امه هایتان زلاله، سهمیه بانو، همچنین امه کلانتان بانو، اغلای و کلی خویش و اقربا، پیوندان و نزدیکان صمیمانه تبریک میگویند. مهران جان، چون اینجا من نام عمه‌تان اغلای را به زبان آوردم، همان خوراکی لذیذی که آماده کردند و گفتند بیچشید تا چگونه شده است، بسیار هم لذت بخش بود. آشی تروشی زیبانی که واقعا هم خیلی لذتی ناتکرار داشت. من از این منبری بلند میگویم مادری عزیز، زنی کدبانو، واقعا هم دستانتان معجزه است. دستانتان درد را نبیند، همیشه سلامت و پاینده باشد. تقایتان جانی بک از فدراسیون روسیه، سنت الله، خیام، ربیم، فریزشاه و کلی خویش و تباران، پیوندان و نزدیکان صمیمانه تبریک میگویند. برایتان بهترین سعادت زندگی، خوشی و رنگینی های کودکی را آرزو نموده میگویند. مهران بانوی زیبا، همیشه زیبا باشی، یک دختری نازنین و دانا باشی. در مولود تو جمع شوند خویش و تبار، با ما باشی، عزیز دلها باشی. زادروز مبارک باشد. آسایش عمر ما شماید، در رشته مهر ما وفاید، در هر نفس شما با ماید، در دیده و دل همیشه جاید. تمنا میکنیم با قلبی سرشار، شما را باد عمر خوش مددگار. زادروز مبارک باشد. اینک باز هم ترانه نوبتی چون تحفه زادروزی منظورتان میگردد پذیرا باشد. مولود نکوی عمر باد و تبریک، این یک هزاری عمر باد و تبریک. در اوج و برار بخت و طالع تو باد، این اوج و براری عمر باد و تبریک. با چنین بیت تبریکاتی گلدختر خاندان مهران بانو دولت و شما را صمیمانه و صدقاً تبریک و تهنیت میگویند. امک کلانهایتان اولبای از فدراسیون روسیه، زین دین، رحمی دین، شمسی دین، زوقی دین، علاوی دین، بابا جان، تقا کلانهایتان خیرالله، محیب الله، قربان نظر، اسلامی دین، خاله کلانهایتان رجوای، پیوندانتان مطلب شاه، امینه بانو، ینگه هایتان خویش و تباران، خاصه اهل اویله دولتوفها و خوجفها صمیمانه شاد باش میگویند. باز هم تاکید به تاکید
مهران جان شما را شاد باش میگویند پدر جانتان شیروان از فدراسیون روسیه، بابا جانتان عراقبای، عمکتان سنت الله و خویش و تباران، پیوندان و نزدیکان صمیمانه شاد باش میگویند. بابایتان همراه قل، بیبیتان صناعتای، جانی بک تقایتان سنت الله، خاصه کلی خویش و اقربا، پیوندان و نزدیکان همیشه نام شما را ویردی زبان می آرند و تبریک و شاد باشتان میگویند. بگذار 100 ساله شوید، به بهترین آرزو و آمال والدین نائل بگردید. زادروز اینه که بار دیگر مبارک و خجسته باشد. آرزومندیم که شاه بیت غزل باشی، بخوان زندگانی بهتر از قند و عسل باشی. مهران بانو از بخت خندانت بینیم، چون لعل رخشانت بینیم، در هر بهاری عمر خود دائم گل افشانت بینیم. زادروز مبارک باشد. ما نیز کارمندان صدا و سیمایی شهری پنجکند شمای نازنین را با بهاری 2 سالگی عمرتان تبریک و مبارک باد میگوییم. شما را نازنین گوییم خطا نیست، به دنیا بهترین گوییم خطا نیست، به باقی حسن لبهای ترت را چو برگ یاسمین گوییم خطا نیست. زادروز اینک باری دیگر مبارک و خجسته باشد. اینک برای باز هم خوش و خاطرمان گذشتن این شام زادروزی ترانه همچون ارمغان تقدیمتان میگردد پذیرا باشد. صاحب جشنان عزیز، مهران بانوی 21 خاندان، باری دیگر مولود برای هر یک شما مبارک باشد. خواهان آنیم که همیشه بخت و سعادت، خوشروزی و سلامتی همراهتان باشد.
بگذار خورشید طالعتان پرافشان و بهاری عمرتان به خزان باقی بماند. زادروز مبارک باشد. هرچی مقصود دلتان باشد دهد پروردگار، گر شما یک باشد خداوند بدهد 1000 و 100,000. میلاد عمر مبارک و فرخنده باد بینندگان ارجمند و صاحب جشنان عزیز. هر آن چیزی را که ما خواستیم و خدا به ما داد این رحمت است. هر آن چیزی را که ما خواستیم و او نداد حکمت است. به هر دو شکرگزار باید بود. همیشه سلامت و پیروز باشد. از خداوند هیچگاه ناامید نباشد. به بهترین مقصود دلتان برسید. و در انتها از زبان برادرمان شهروان میگوییم: پزمان رویتان شدم ای مادر و پدر، در آرزویتان شدم ای مادر و پدر، مثل کسی که کرده گم انبار گنج خود، در جستجویتان شدم ای مادر و پدر. بینندگان ارجمند، با امیدی سعادتمندی و پیروزی و خوشروزی شما اینجا میرسیم به فرجام برنامه. باری دیگر سپاسگزاریم از آن نفرانی که با ما همکاری میکنند، به برنامه ما مراجعت میکنند. ما همیشه میکوشیم در خدمت شما باشیم. ما میکوشیم طبیع صاحب جشن ها از ما شاد و بالیده باشد. این همه سعی و تلاش های ما تنها برای شما مخلصان عزیز است. آن نفرانی که بیرون از کشور در مهاجرت قرار دارند، برنامه ما را توسط یوتیوب کانال تیوی سیما تماشا می کنند، پیگیری می کنند، بهاگذاری می کنند. ما از هر یک شما سپاسگزار هستیم. با درود و سپاس فراوان اینجا من با شما خداحافظی می کنم. پای خدمت شما قرار داشتم. راوی برنامه من دلافروز حفیظ، تنظیمگران برنامه اسماعیل جان خالف، بهرالله بازارف. خیر، سلامت و سعادتمند باشد. زادروز مبارک، زادروز